سلام بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز پنجشنبه 12 می. در شهر ترسونزاده مقامات عالی رتبه تاجیکستان و افغانستان و پاکستان و قرقیزستان در یک مراسم به اجرای طرح کسه هزار آغاز بخشیدند که انتقال نیروی برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی را در نظر دارد. در این مراسم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، نواز شریف نخست وزیر پاکستان، عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و سورونبای ژینبکوف نخست وزیر قرقیزستان حضور داشتند. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت در نظر است از طریق خط بلند شدت که تاجیکستان و پاکستان را به هم وصل میکند در فصل گرما به پاکستان 5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق فروخته شود. یعنی با مردم تاجیکستان آمادگی که ما در 6 ماه بالا فصل تابستان برق انتقال میکنیم. سالی گذشته ما زیاده از 5 میلیارد کیلووات ساعت برق را هم تو بدون نیروهای چرخهای نیروهای برقی آبی یعنی که تاجیکی کرده گوییم به هوا خطا. ارزش لایحه کسه هزار بیشتر از 1 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. این خط نیروی برق از قرقیزستان شروع می شود و از شهر خوجند گذشته به افغانستان و از آنجا به پاکستان می رسد. طرح مذکور که ناامنی در افغانستان مانع اصلی برای اجرای آن است باید تا سال 2018 تکمیل شود. خطای انتقال برق از حساب پول بانک‌های بین المللی امریکا و خود کشورها ساخته می شود. صدها نفر از ساکنان ناحیه رودکی که خانه‌هایشان زیر آب و گل مانده به پاککاری و رفع عاقبت‌های فلاکت طبیعی شروع کردند. بامداد روز 12 می بر اثر باران زیاد سطح رودخانه ایلاک بالا رفت و به بیشتر از 1000 خانه در جماعت دهات زینب آباد ناحیه آسیب رساند. خبرنگاران رادیو آزادی این نوارها را از محله‌های جماعت مذکور فرستادند ولی به سبب خراب شدن راه‌ها نتوانستند به روستاهای بروند که خانه‌ها آسیب جدی دیدند. گروه‌های نجات کمیته حالت‌های فوق‌العاده نیز روز 12 می برای کمک در برطرف‌سازی پیامدهای سیل به محله‌های آسیب دیده فرستاده شدند. ساعت 3 بعد من تلفن کردم اومدم همین جورا رو همش علفای پیش تازه کردم همین اوقات با اون حالتی که مور لغت نکنه تا ساعت 8 9 را مود آب نیومد. وقتی که سیل بیشتر شد مصر آوردن بعد اون طرفای مو گشت شد دوم مو همه جدی شده را. مقامات میگویند بیشتر از 1500 نفر را از محله‌های خطرناک جماعت زینب آباد بیرون آوردند. از این پیشتر سیل تنبات در ولایت سوخت به 11 ناحیه آسیب رساند و 3 نفر را کشت. حجم خسارات معین می شود ولی هواشناسان میگویند ممکن است باران زیاد و سیل در مناطق دامن کوه تکرار شود. عکس و ویدیوهای بیشتر در این باره در وبسایت azadi.org. حامیان حقوق در تاجیکستان روز 11 می در نشست گفتند سال 2015 10 نفر به آنها از بدرفتاری ماموران انتظامی و اذیت شدن خویشاوندانشان شکایت کردند. در همایش سازمان‌های عضو ائتلاف ضد شکنجه در شهر گلستان در ولایت سوخت روز 11 می گفتند سال گذشته 45 نفر با چنین شکایت‌ها به اعضای ائتلاف مراجعت کردند و کمک‌های حقوقی گرفتند. با گفته حامیان حقوق لط و کوب و تهدید از رایج‌ترین نوع‌های بدرفتاری و شکنجه با بازداشت شدگان و از جمله سربازان نیز هست. نسبتی اون شخصانی که شکنجه تطبیق کرده بودند حکم عیبداری برآورده شده است و این حال ادوکات ها عریضه اویدی رویاندن ضرری مادی و معنوی به سود پیشنهاد کرده کاربری شده ایستاده است. ائتلاف سازمان‌های غیرحکومتی علیه شکنجه در تاجیکستان سال 2011 تأسیس شد و 11 سازمان و 80 نماینده مقامات انتظامی وکیلان دفاع و روانشناسان را به هم می‌آورد. قانون‌های تاجیکستان اگرچه برای شکنجه جزای سخت پیش بینی می‌کنند ولی به گفته حامیان حقوق تلاش‌های حکومت برای جلوگیری از این ظاهرات بد کافی نیست. در شهر دوشنبه در یک همایش کارشناسان تاجیک و خارجی درباره نفوذ گروه دولت اسلامی در افغانستان و خطر آن برای آسیای مرکزی و تاجیکستان صحبت کردند. در این همایش که با مساعدت مرکز مطالعات افغانستان و منطقه روز 12 می در پژوهشگاه شرق شناسی صورت گرفت گفتند که احتمال بد شدن اوضاع در همسایه کشور وجود دارد و با استفاده از این فرصت گروه‌های افراطگرا از جمله گروه دولت اسلامی میتواند فعالیتش را در افغانستان بیشتر کند. با گفته حاضران از میان 34 ولایت افغانستان در 25 تای آن اعضایان این گروه وجود دارند.
از یک طرف تبلیغ زمینی هست، در مدرسه ها هست، در مسجد ها هست، در بین مردم هست، از طرف دیگر کمک میکنن به اینها. یعنی یک کسی که دیگر راه زندگی ندارد، حداقل اونجا گفته 300-400 دلار به اینها معاش میدن. اینها از این راه هم آهسته آهسته به اینها جذب شده ایستادن. گروه افراطگرای دولت اسلامی سال پیشتر در افغانستان طرفدار پیدا کرد، هرچند ارتش کشور میگوید نمیگذارد تا این گروه در افغانستان ریشه دواند. مقامات تاجیکستان میگویند احتمال ورود افرادی گروه دولت اسلامی از افغانستان به تاجیکستان بسیار کم است، ولی خطر استراحت آنها را نباید نادیده گرفت. از خود تاجیکستان بیشتر از 1000 نفر به سوریه و عراق رفتند و اکثریتشان به صف گروه دولت اسلامی پیوستند. در تاجیکستان امروز روز 6 مقام را تجلیل کردند که یک سنت موسیقی باستانی و مایه افتخار برای ملت تاجیک دانسته می شود. تجلیل روز 6 مقام مثل سالهای پیشین صورت نگرفت و با برگزاری کنسرت های مقام خوانی پایان یافت. در این روز موسیقی شناسان تاجیک به رادیو آزادی گفتند که 6 مقام برای درک جوانان امروز که به موسیقی های سبک عادت کردند دشوار است. از این لحاظ اکثری مخلصان موسیقی و ترانه های 6 مقام را افراد بزرگسال تشکیل می دهند و گفته مقام خوانان تاجیک برای نگه داشتن این سنت زیبای موسیقی باستانی توجه به آن باید در مطبوعات و تلویزیون ها زیاد باشد. 6 مقام به فهرست جهانی فرهنگی شامل شده است و سر سال 2000 در کشور روز 6 مقام را تجلیل می کنند. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.